وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. میشه برای ما بگیم که ما از کجا را ثابت میکنیم که ایمان به اسما و صفات یک بخش از باب ایمان به الله متعال هست؟ از این مورد که چرا اصلا ما باید به اسما و صفات الله متعال ایمان داشته باشیم و آیا کسی حالا مثلا این مورد رو ایمان نداشته آیا ایمانش به الله ناقص است و قبول نیست؟ این رو ما در آیات کلام الله مجید میبینیم. در هیچ صفحه یقین میگم این حرف رو، هیچ صفحه از این کلام پاک نیست که الله متعال در اون صفحه درباره اسما و صفات خودش صحبت نکرده باشه. هزاران بار در قرآن کریم الله متعال از اسما و صفاتش برای ما ذکر میکنه. در قرآن کریم ما هزاران بار الله متعال اسما و صفاتش رو ذکر میکنه. به این معنی که ما ببینیم که در هر صفحه از اول قرآن که شروع میکنیم بسم الله، خود کلمه الله اسم الله متعال است. الرحمن، الرحیم، بعدش که الحمدلله که شروع میشه، لله، رب العالمین، مالک یوم الدین، بعد الرحمن الرحیم همینطور. ما اینها همه آنچه که در این آیات هست، ما در آیات قرآن کریم وقتی که نگاه بکنیم، وقتی که بررسی میکنیم که انقدر که اسما و صفات الله متعال در آیات مختلف ذکر شده، نه موضوع عبادت انقدر پررنگ است، نه موضوع نماز انقدر پررنگ است، نه موضوع روزه انقدر پررنگ است، نه موضوع خوردن و نوشیدن و ازدواج کردن و معاشرات و معاملات هیچ جا انقدر پررنگ نیست. حتی درباره اوامر الله متعال اگر جای امری میاد میبینیم پایان آیه الله متعال از صفات خودش ذکر میکنه. اگر نهی میاد پایان آیه الله متعال از صفات خودش ذکر میکنه. اگر امر به یک دستوری است، اگر منع است، اگر حتی حکایت های تاریخی در قرآن کریم ذکر میشه الله متعال از صفات خودش در پایان آیات ذکر میکنه. و چقدر زیادن این صفات در پایان آیات. و وقتی که ما میبینیم که این همه در آیات قرآن کریم تاکید میشه به ذکر این صفات، به خاطر چی هست؟ چرا الله متعال اینقدر تاکید داره؟ ان الله سمیع بصیر، ان الله علیم حکیم، ان الله غفور رحیم، ان الله ذو القوة، ان الله ذو العرش ذو القوة المتین. یا مثلا ما در پایان سوره مبارکه 8 وقتی که نگاه میکنه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن هو الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما یشركون هو الله، دوباره شروع میشه الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ما در تمام صفحات قرآن کریم، در تمام سوره های قرآن کریم بیش از 2000 بار فقط لفظ جلاله الله ذکر میشه و چند هزار بار دیگر صفات دیگر ذکر میشه. اگر ما 6236 آیه قرآن کریم داریم، به همین تعداد و بیشتر تعداد عدد ما صفات و اسمای الله متعال رو در قرآن کریم داریم. اینا به خاطر چیه؟ مگر وقتی که الله متعال، ما در سنت رسول صلی الله علیه و سلم بنی نیست که وقتی که آیات بهشت ذکر میشه، اصلا به خاطر چی ذکر میشه آیات بهشت؟ به خاطر اینکه ما تلاش بکنیم به بهشت، به خاطر اینکه ما از بهشت الله متعال بهشت رو طلب بکنیم. وقتی آیات دوزخ و جهنم ذکر میشه، به خاطر چی ذکر میشه؟ به خاطر اینکه ما از دوزخ به الله متعال پناه ببریم، به خاطر اینکه از آنچه که ما رو به دوزخ میرسونه دوری کنیم، به خاطر اینه که ما مواظب باشیم به دوزخ نریم. وقتی که آیات مثلا درباره قصص امت‌های گذشته ذکر میشه، هدف چیه؟ تا ما مثل اونها باشیم و یا نباشیم. اگر خوب بودن مثل اونها باشیم، اگر بد بودن مثل اونها نباشیم. اگر امری هست به خاطر چیه؟ که اطاعت کنیم. اگر نهی هست به خاطر چیه؟ که دوری کنیم. اما وقتی که میایم به سراغ آیات اسماء و صفات، آیا این آیات اسماء و صفات، آنچه که اسماء الله متعال ذکر میشه، آنچه که صفات الله متعال ذکر میشه، آیا فقط به خاطر این هست که ما همینطور گذر بکنیم؟ مگر درباره بخش اول شناخت الله متعال که گفتیم تفکر در خلقت آسمان ها و زمین است، مگر آیات مختلفی بیش از 1000 آیه الله متعال درباره آفرینش آسمان ها و زمین و مخلوقاتش و تفکر و تدبر درباره اون در قرآن کریم ذکر میکنه؟ درباره عسل تعریف میکنه، درباره شیر تعریف میکنه، درباره
سوره ای رو به اسم زنبور عسل ذکر میکنه. درباره شتر برای ما حتی میگه به شتر فکر بکنید، به آسمون نگاه بکنید، به زمین نگاه بکنید، به خورشید نگاه بکنید، به ماه نگاه بکنید. تک تک این موارد رو ذکر میکنه. آیا هدف چیست؟ اگه مگه هدفی نیست که ما تفکر بکنیم؟ مگه نفهمید ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون؟ اینها تفکر و تدبره. اما وقتی که اسماء و صفات الله متعال این همه تکرار میشه، ما این همه میخونیم، هدف چیست؟ هدف همینه. هدف اینه که ما باید در این اسماء و صفات تفکر بکنیم. هدف اینه که ما اینا رو تدبر بکنیم. هدف اینه که اینها رو بفهمیم. هدف اینه که به اینها ایمان بیاریم. هدف اینه که اینها رو باور داشته باشیم. الله متعال فقط نام لفظ جلاله الله رو ذکر نکرد که فقط خودش رو الله معرفی کرده باشه برای ما، و اومد و اسمایی برای خودش ذکر میکنه، صفاتی برای خودش ذکر میکنه تا فهم ما رو از خدای ما، تا فهم ما رو از اون الهی که میپرستیم، تا ایمان ما رو نسبت به الله متعال تقویت بکنه، تا ایمان ما یک ایمان کامل باشه، تا ایمان ما همه جوانب رو در نظر بگیره، تا مجرد این تصور ما نسبت به الله متعال یک تصور خشک، یک تصور نادرست مثل مشرک مکه نباشه که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمن. وقتی به اونا گفته میشد برای رحمان سجده بکنین، گفتن این رحمان دیگه کیه؟ این از کجا آوردی تو؟ اونا به الله ایمان داشتن اما به رحمان ایمان نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اون اسماء و صفات الله رو اصلا نفهمیده بودن. اون الله خودش میفهمد لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اگر از اونا بپرسی خالق آسمان و زمین که میگن الله متعال. همین افراد الله متعال میفهمد و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان. وقتی به اونا گفته میشد برای رحمان سجده بکنید، اصلا رحمان کیه؟ این ضعف در چیه؟ اسماء و صفاته. اینه که اونها یکی از مواردی که ما میبینیم که شرک اصلا داخل میشه. اصلا مگه ما نگفتیم در باب توسل به اسماء و صفات الله متعال که از انواع توسل هست؟ اگر فهم درست از توسل، فهم درست از اسماء و صفات نباشه، انسان خود به خود به بیراهه میره. یکی میاد میگه آقا جان اولیا و انبیا ائمه اسماء الله الحسنا هستن، مگر نگفتن؟ مگر نمیگن؟ مگر روایت جعل نکردن به نام ائمه که نحن اسماء الله الحسنا فادعوه بنا؟ اینها هم کسانی هستن که الله متعال میفهمد اینا الحاد دارن در اسماء و صفات الله متعال. اومدن اسماء و صفات الله متعال رو اصلا کلا منحرف کردن، مفهوم اسماء و صفات رو نفهمیدن. اینه که ما این همه آیاتی که تاکید میکنن در قرآن کریم به اسماء الله الحسنا، وقتی که ما میفهمیم الله تعالی میفهمد فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، وقتی که الله متعال اسماء حسنا داره پس او رو الله متعال رو با این نام ها بخوانید. یا در سوره مبارکه اسراء پایانش میفهمید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بخوانید الله رو با نام الله یا رحمان. ما اگر نفهمیم اسماء و صفات رو، اگر باور نداشته باشیم این اسماء و صفات رو، باور نداشته باشیم که رحمان هست، میشیم مثل مشرکین مکه که گفت ما رحمان، خود به خود اونها حکم شرک بر ما میاد و کفر بر ما میاد. پس همه این موارد دلالت بر این میکنه که ذکر هزاران مرتبه اسما و صفات الله متعال در قرآن نشانه بر این داره که ما علاوه بر این که باید ایمان داشته باشیم به اینها، به این اسما و صفات آنگونه ای که ذکر شده، علاوه بر حتی در روایت های رسول صلی الله علیه و سلم، در روایت های رسول صلی الله علیه و سلم، در دعاهای رسول صلی الله علیه و سلم، علاوه بر این که ما باید ایمان داشته باشیم، باید بفهمیم، خوب بفهمیم مفهوم اینها رو، و علاوه بر این که خودش رو باید بفهمیم، مقتضیاتش رو باید بفهمیم، واجباتش رو باید عمل بکنیم و خودمون رو مزین بکنیم به این صفات و این صفات رو در زندگی خودمون متبلور کنیم و بیاریم تا بتونیم که اون حق شناخت الله متعال کم گله میکنه از بندگانش که نشناختن، اون رو ما در زندگی بیاریم و جمله این افراد نباشیم و تونسته باشیم که معرفت و شناختمون رو به الله متعال کامل و کامل‌تر بکنیم. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي
تعلى